این کلیپ رو رد نکن چون ضرر میکنی. میخوام اسامی کمیابترین و گرانترین سکه های ایران باستان رو بهت معرفی کنم. آخر کلیپ رو از دست نده چون سورپرایز برات. مورد اول سکه طلای محمد رسول الله مربوط به سلسله امویان. تنها 12 دونه از این سکه پیدا شده. قیمتش فراتر از حد تصورتونه. سال 2019 به قیمت 1.5 میلیون پوند به فروش رفت. مورد دوم دریک داریوش بزرگ هخامنشی از اولین سکه های ضرب شده در ایران باستان. مورد سوم دینار خسروی دوم با نقش تمامرخ ایزد در پشت سکه. این یکی از کمیابترین سکه های ساسانی. مورد چهارم سکه پوراندخت، اولین پادشاه زن ایرانی. و مورد پنجم سکه های اموی. تو این سکه ها کمیاب زیاد پیدا میشه، پس مواظب باش به سادگی از دستشون نده. حالا که اسامی سکه های گران قیمت و کمیاب ایران باستان رو بهت معرفی کردم، میخوام به صورت رایگان سکه هاتون رو بررسی کنم. شاید شانس باهات یار بود و در بین سکه ها یکیش کمیاب باشه. کافیه کلمه سکه رو برام کامنت کنی و عکسش رو توی دایرکت برام ارسال کنی. یادت نره حتما باید پیج فالو داشته باشی وگرنه عکست میافته تو قسمت درخواست ها.